بود بالا بعد برگشتم خوابیدم یا خستم خواب بخواب یا سر قلبم خواب بخواب بعد همین تشکیل کنه که در باشگاه رفتم باشگاه و الان در خدمت شما ناخواسته بود کم کم رفت باشگاه و الان دردت نمیاد از این فرد که عادت کردیم یه چند وقتی مثلا ما بعد از مسابقه حالا یه هفته دو هفته یه ماه بریم یه ماه یه هفته دو هفته ماشینه میخورم ما هم مطلقی هرچه ما هم مطلقی خدا بعد دوست دارم دوردی هم باشگاه رو یعنی Very good. Recommend reset, factory یعنی هر data. بار که میری با دماغ شکسته و چیز باز کرده و اینا واقعا عادت کردیم Reset کنم. یک هفته است من برای مدام دارم بازی کنم با حریفای مختلف که هر روی صورت عادت نمی‌کنم ممکنه هم دو سه بار شکسته دیگه میشکنه بعد دکترم کاری نمی‌تونه بکنه که میگه نه خود بینی چی میگه هیچی نمیگه خون میاد و همینه دیگه اگه این کار خون نمیشه بزنه گیری کردن یه ذره الان بهتری الحمدلله الان چیزی شده ولی خب پشت میکنه باز میکنه یا زیر چشم کبود میشه بعد تو مسابقه که حالا دو سه حرفه‌ای که تازه رفتم یک سال رفتم خب رانداش زیاده 12 رانده بعد فاصلگیش هم زیاده آقای مدیر من نگم خالی شد که بعد از مسابقه که مثلا خسته ریز پاره است دماغ شکسته اصلا یه حال خوبیه یه جوری شده مثلا حالا به هیچی نمیدم خیلی جالبه این که میری 12 راه تو شکست دماغ شکسته داغون و حال بعد کوفته عصبی رو میاری خونه به ما چه حالی میده چرا؟ خدا خوبه من بازی ما یه آخر چک میکنی سه روز میخوابی بازی آخر هم بگم یعنی موزیک به خاطر موزیک زیاد بازی رو قطع کردن راند 9 دو تا هفته‌ام پاره شده و تمام رایته نداری؟ بازی چند رو خط زیاد هم جلو بودم پنج. چون بازی رو قطع کردن هرچی منتر باشه گرونتر میشه همونجوری رفتم امسیونش شروع میشه بغرم داشتم گریه کردم و تختم تازه خونم زد بیرون برای همونجوری دارم خوابیدم واقعا چه حالی دارم من تا صبح همونجوری خوابیدم من مربیام این بدونه میرفتم یا فقط ببینم من زنده میشونم ولی خب حالی که من داشتم حالا خوبی فردشم درد بدن سرم خوبه دوست دارم خیلی خوب از قهرمانی مدترینش الان رنکینگ یک جهان هم بوشه وزنش اصلا